میگویند که بزرگترین تربیه همان تربیه است که در آن از محبت و صمیمیت کار گرفته می شود. و اینجا سوال ها با ما ارسال گشتند وابسته به این موضوع ما برای شما پیشنهاد میکنیم. مرحمت. مادر با نام سعادت از شهر حصار سوال کرده است که پسرم 6 سال است و بیشتری مورد به غضب میآید و از قهر بازیچه ها پیاله و دیگر اشیاء را میشکند. هرچند من با او آرامانه صحبت میکنم اما رفتارش برعکس است. چون این رفتار فرزندم مرا نگران کرده است. از نگاه روانی به من چی توصیه میدهید؟ تشکر برای سوال. سعادت خان، یک چیز است که در اینجا در همون مورد فرزند که آرامانه صحبت کردن در کار نیست، چون که تو 6 سالگی که همچون شخص تشکل یافت و پیاله شکستن، بازیچه شکستن، نهایت پرتفتن از کجا یاد گرفت؟ از محیط یاد گرفت. یگان کودک تولد شده دارای خصوصیت های منفی نمی شود، چون که یکی از پسیخولوگان مشهور ویلیام شترن میگوید که کودک مثل یک کاغذ سفید است. بله. وقتی که با دنیا می آید چگونه که ما در آنجا نام‌نویس میکنیم، می-نویسیم، اینگونه کودک کلان می شود. اگر کودک 6 ساله شده است این گونه خصلت ها را از کجا یاد گرفته؟ حتما که از کلان سالانی اویله. برای چی؟ چون که کودکان در خردسالی تقلیدکار هستند. پسران پدرشان را تقلید میکنند، دختران مادرشان را، یا که دیگر اعضایان اویله که به آنها نزدیک هستند. بله، اکا، اپا، یا که در بعضی مورد تاجیکان ما در اویله های ما خیلی سر اعضا هستند. اما داریم خاله، بابا، بی، بله. تربیه کودک به خیلی آدمانی زیاد مشغول میشوند در اویله های ما. این هم یک تاثیر منفی دارد. همین چیز که اون میگه کودک همین راه کتی غضب خود را میبرارد. در بسیار مورد کودک برای چین خیال میکنه؟ چون که از خردسالی ما با کودکمون ایموجی های خودشون رو درست نشان دادن رو یاد ندادیم. وقتی که کودک گریه میکند میگم که خب کن، آوازت را نبرار. برای چه؟ چون که اون چیزی که منفی جمع شد و باید بیرون درآید، اما امکانیت نمیتیم با اونها. برعکس ما اونها پخش میکنیم. یک چیز است که من ببینید، ما با آب اگر لای پرتایم و چی میشود؟ لای تخت میشیند و بالای آب تزینه که تخشین میشود. کودکان ما دم همین خیلی است. وقتی که ما ایموجی ها اونها رو پخش کردن گرفتیم، مثل همون تخشین برای ایموجی ها جمع شدن میگیرد و وقتی که اونها کمتر کلانتر شدن، علاقه 5-6 ساله شدن، علاقه با اونها در شکل منفی بعد اون رو ظاهر میکنن. بله، بعد بازیچه رو میشکنن، میپرتاین، ظرف ها رو بعد به سوی پدر یا مادر میپرتاین، یا که میشکنن یا که به خواهر و دادران خودشان را اذیت میتین. این از اینکه یعنی که در اینجا ما به سعادت ها میگفتم که ایموجی رو درست نشان دادن رو با فرزند آموزاندن لازم یکم، دوم ایموجی های فرزند رو پخش کردن لازم نیست. وقتی که دیدن که فرزند آنها در همین گونه حالت قرار دارد، کمتر آن را به حال خود گذاشتن لازم است. بعدی که فرزند آرام شد، بعد با صحبت کردن در کار. مثلا آدم کلانسان در حالت عصبانیت اگر شما یگان کس گوید که آرام شو گوید ما آرام شده میتوانیم؟ نه، آرام شدن نمیتونیم. کودکان نیز همین خیلی است. برای آرام شدن وقتی معین لازم است. وقتی که آرام شد بعد به کودک فهماندن در کار که کاری که او میکند نتیجهش چگونه میشود. وقتی که بازیچه او میشکند کی اذیت میکشد؟ خودی او، برای اینکه مولی او است، بازیچه او است. همین رو با کودک درست اگر فهمانیم، من باوری دارم که کودک نیز درک میکند. بله. سلامت باشید.